در موج برنامه اطلاعاتی خبر. تأسیس 4 شرکت نوی سیاحی در تاجیکستان. مقامات خطلون بیش از 7000 زن بیکار است. جبهه مقاومت از دوشنبه خواست واخوری آنها با طالبان را تیزاند. کرزی: امیدوارم آموزگاران زن به زودی به وظایف خود برمیگردند. ازبکستان ایالات متحده آمریکا را به افغانستان را نمیدهد. با شرح بیشتر این خبر و رویدادها با شما هستم مرتبه رحمان و سلام. در تاجیکستان 4 شرکت نوی سیاحی ثبت نام شد. خبر می‌دهد کمیته رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان. همین طور 4 شرکت جدید گردشگری سیر یکجایه، مرکز بین المللی آموزش زبان‌های خارجی، مسعودیان و خدمت رسانی سیاحی وارد بازار سیاحی شد. در برابر این مهلت عملی اجازتنامه فعالیت شرکت این توریست تمدید شد. طبق گزارش کمیته رشد سیاحی امروز در تاجیکستان 234 شرکت سیاحی صاحب اجازتنامه فعالیت هستند. از این تعداد 3 شرکت گردشگری سال 2020 و 24 شرکت امسال تأسیس یافتند. گفته می شود چون این اقدام با مقصد مساعدت با رقابت آزاد و سالم در بازار سیاحی کشور روی دست گرفته شده است. انتظار می رود که شرکت های نوی سیاحی بازار گردشگری را در تاجیکستان گرم کرده خط سیرهای نو کشف و پیشنهاد می کنند. دوامین 9 ماهی سال جاری برای ریاست اگنتی مهنت در ولایت خطلون و شهر و ناحیه‌های این منطقه دست کم 32385 نفر کارجو مراجعت نموده است. خبر می‌دهد سایت فرش. بنابر اطلاع منبع، مقامات ولایت خطلون از این میان 27994 نفر را همچون بیکار با قید گرفته به 14785 نفر مقام بیکاری دادند. گفته می شود این مقام 7405 نفر زن را شامل می شود. منبع از قبل سرداری ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی قابل جان فیضلی زاده می نویسد که در این دوره همچنین 19463 نفر به جایهای کاری دائمی، موقتی و موسمی تامین شدند. در همین حال طبق معلومات پیشنهاد کرده تشکیلات و اداره ها عین زمان 2506 جای کاری خالی در ولایت موجود است. ریاست اگنتی مهنت میگوید ساکنان خواهشمند می توانند به اداره آنها مراجعت کنند و صاحب جای کار شوند. تاجیکستان می تواند در رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان نقش حل کننده داشته باشد. در این باره رئیس حزب کنگره ملی افغانستان لطیف پیدرم در یک مصاحبه با تاس ابراز نظر نموده است و تاکید کرد که نمایندگان جبهه مقاومت ملی جمهوری برای مکالمه با اعضای طالبان که قدرت را به دست آوردند آمادند. با گفته این سیاستمدار تاجیکستان اگر تشبث را به دست گیرد می تواند باز هم پیش رود. علاوه بر این پیدرام قید کرد که برای کمک به مقاومت با دیگر کشورها رابطه برقرار کردن لازم است و اشاره نمود که جبهه مقاومت باید با روسیه، ایالات متحده آمریکا، چین، ایران و پاکستان تماس گیرد. قبلا رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سروزیر پاکستان عمران خان با موافقه رسیدند که در دوشنبه نمایندگان طالبان و جبهه مقاومت را سر میز گفت و شنید شنونند، اما پس از این اظهارات دیگر در این مسئله پیشروی صورت نگرفت. حامد کرزی: رئیس جمهوری پیشین افغانستان در صحیفه توییتری‌اش آموزگاران کشور را به مناسبت روز بین المللی آموزگاران تبریک کرده گفت بگذار زنان به وظیفه مقدس خود برگردند. اطلاع داده از سپوتنیک افغانستان. هنگام قدردانی و تشکر به سعی و کوشش‌های همه پروفسورها آرزو می‌کنم که زنان و آموزگاران به وظیفه‌های مقدس خود برگردند و فرزندان عزیزشان، هم دختران و هم پسران را در برابر برادرانشان برای بهبودی و پیشرفت کشور تعلیم دهند، گفت رئیس جمهوری پیشین افغانستان. اما از زمانی که حکومت طالبان سر قدرت آمد، آموزگاران زن و دانشجویان دختر هنوز از طالبان برای رفتن به مکتب و آموزش اجازه نگرفتند. طالبان میگویند که آموزگاران زن و دانشجویان دختر تا تصمیم نوبتی این گروه منتظر شوند. در افغانستان 5 اکتبر همچون روز آموزگاران تجلیل میشد، اما امسال با دلیل تحولات اخیر هیچ گونه مراسم رسمی از جانب طالبان برای گرامی داشت آموزگاران برگزار نگردید.
ҳукумати ӯзбекистон бо иёлоти муттаҳидаи амрико барои ҷойгир кардани пойгоҳи низомиаш дар ҷиҳати роҳандозии амалиётҳо дар афғонистон гуфтушунид накардааст. Дар ин бора Содиқ Сафаров, муовини аввали раиси Сенати ӯзбекистон, дар суҳбат бо РИА новости иттилоъ дод. ӯ афзуд ки ӯзбекистон наметавонад чунин гуфтушунид дошта бошад, чун қонунгузорӣ инро иҷоза намедиҳад. қаблан политико бо истинод ба сенаторҳои амрикоӣ хабар дода буд ки Вашингтон музокиротро бо мақомоти кишварҳои Осиёи марказӣ дар бораи истифодаи пойгоҳҳои низомӣ дар қаламрави худ барои амалиёт дар Афғонистон оғоз кардааст. ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи иттилоъотии хабар. то барномаҳои дигар тансиҳату пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоъотии хабар. аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.